دوستان عزیزم، پلی اتیلن و پپه، ساختار پلی اتیلن و پپه رو کنار هم میبینید. پلی اتیلن یک ساختار لینیر سی 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 داره، اما پپه یک ساختار سی 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 های سه سی 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 های سه. خب اتفاقی که رخ میده، پلی اتیلن، ببین آقای اکبری، من اینو بگم که عرضم به حضور در باب آنتی اکسیدان اسلیپ، آره فردا صحبت میکنم، ولی اینا تخصصیش میشه دوره های 2 و 3، ولی من صحبت میکنم یه 5 دقیقه اونجا وقت میذارم عزیزم. چشم. خب چون دوره ما فرمول نویسی داریم، دستگاهی داریم، اونجا کلا میگیم چه ایجنتی کجا چرا استفاده میشه، ولی تو این دورم من تا جایی که سوالهای شما جواب داده بشه به شما توضیح میدم. خب دوستان عزیز، میبینید که پپه و پلی اتیلن فرقش تو همین سه های سه که داره. همین سه های سه که داره یه سری اتفاقات واسش رقم میزنه. همین سه های سه، یه اتفاقی که رقم میزنه، دمای ذوبش رو یه 40-50 درجه از پلی اتیلن بیشتر میکنه. دمای اشتیتیش رو یه 40-50 درجه نسبت به پلی اتیلن بیشتر میکنه. استحکامش رو میبره بالا و یه ذره رجیدتر و شق و رختتر میشه. یکی بیام از پلی اتیلن و پپه با هم تعریف کنم. تعریف با هم اینه که آقا هر دوشون فلکسیبلن، هر دوشون صاف مترن، هر دوشون، بچه ها به پپه پلی اتیلن میگن سوخت جامد، آتیش بگیره رفته، این خیالتون راحت. ولی خب یه اتفاقی که هست اینه که پپه پلی اتیلن قیمتشون ارزونه، به دستگاه فشار زیاد نمیاره، واسه همین دوستش داریم. ولی یه بدی مشترک، اون مقاومت دمایی پایین، اون آتشگیری زیاد و اون عدم دایمنشنال استابیلیتیه، پایداری ابعادی نداره. حق و برعکس این ماشین داخلی، خودروسازای داخلی، بعضی هاشون که رعایت نمیکنن قطعات داشبورد ماشبورد اینا رو تپه میزنن، اصولی فیلر نمیزنن، کوپلینگ ایجنت نمیزنن، یه دفعه میبینید دچار ورپیج میشه، تاپ برمیداره. واسه خاطر همین خب حالا بریم پپه پلی اتیلن رو با هم دیگه مقایسه کنیم. در باب دمای انتقال شیشه‌ای و HDT، یکی از دوستان پرسیده بود که آقا فرق HDT و TG چیه؟ مفصل تو اسلاید خودش فردا میگن. اما در مجموع چون پپه زنجیره سختری داره، این 3x3 حرکتش رو دشوار میکنه و عملا هم TG و هم HDT پپه بالاتر. شفافیت، غالبا شفافیت پپه بالاتره، چون پلی اتیلن بین 50 الی 95% بلور میشه، پپه معمولا 30 الی 50% بلور میشه. اینکه خانم نور محمدی فرمودن که پایداری ابعادی نداره، به خاطر اون بلورشه. شیرینکیج اتفاق میفته توی پپه پلی اتیلن، تاب برمیداره. صحبت میکنیم، اسلاید شیرینکیج هم داره. پس پپه غالبا شفافیتش بیشتر، غالبا، وگرنه گریدی داریم 24-20 پلی اتیلن شفاف، گریدی داریم پپه شفاف، اما غالبا پپه شفافتره، چون عامل شفاف کننده هم واسه پپه داریم. سوال آقای شهبازی هم سوال خوبیه، جواب میدم. سوالای شما رو نگاه نمی‌کنم، چون نگاه می‌کنم شما سوال بپرسید، ولی من نگاه می‌کنم ذهنم منحرف میشه. این اسلاید رو توضیح بدم، میام سوالای شما همه رو جواب میدم، هر سوالی باشه بلد باشم جواب میدم. خب انعطاف پذیری تو دمای پایین، بله پلی اتیلن چون ساختار فلکسیبل تری داره. TAG پلی اتیلن منفی 100، یعنی سگمنتاش تو منفی 100 میتونن حرکت کنن. TAG پپه صفره، واسه همین جایی که چغر میگی بخوایم پلی اتیلن انتخاب بهتریه. اگر هم کسی بخواد کم خرج پپه رو چغر میکنه، LD به پپه بزنه، LL بزنه، میتونه چغرمیگیشو افزایش بده، چون خود پلی اتیلن چغرمیگیش زیاد. پارامتر سفتی و شق و رقی پپه بالاتره. قیمت پلی اتیلن ارزونتره، تو کشور مونومر داریم، پتروشیمی های مختلفی تولید میکنن. چغرمیگی که حالا صحبت میکنیم فردا، منظور از چغرمیگی منظور نشکن بودن. پلی اتیلن که انعطاف پذیرتره چغرمیگیش بیشتره. پلی اتیلن رو معمولا با گریدهای HT، LD و LLD میشناسن. پپه رو با گریدهای هومو و کو و ساختارهای تاکتیسیته ایزوتاکتیک، سیندوتاکتیک و آتاکتیک میشناسن.
مقاومت در برابر تنش محیطی مهاجم، فردا صحبت میکنیم ESCR، یعنی در برابر حلالهای مختلف مثل آب، آب شور دریا، بنزین، روغن. چقدر مقاومن؟ معمولا PP مقاومتش بیشتره، واسه همین که گفتم تو بحث لوله انتخاب بهتریه. بیشترین مصرف جهانی رو که دیدیم 35% مصرف جهانی و ایران پلی اتیلنه، 25% PP است. مقاومت در برابر UV پلی اتیلن بیشتره. بچه‌ها این